پادشاهی بزرگ و قدرتمندی که با وجود داشتن تمام ثروت‌های دنیا، شبها خوابش نمی‌برد. او از وزیرش پرسید: چرا من با داشتن تخت نرم خوابم نمیبرد، اما آن کارگر ساده که در بازار بار میبرد، شبها راحت سر بر بالین میگذرد؟ وزیر گفت: قربان، بیایید با لباس مبدل به میان مردم برویم تا جواب را پیدا کنیم. آنها به کلبه‌ای کوچک رسیدند. مردی را دیدند که با لبخند تکه‌ای نان خشک را در آب میزد و میخورد. پادشاه پرسید: ای مرد، تو کی هستی و چرا اینقدر خوشحالی؟ مرد گفت: من باربر بازار هستم. هرچه امروز درآوردم را خرج کردم و برای فردا غصه‌ای ندارم، چون میدانم خدایی که امروز مرا سیر کرد، فردا هم به یاد من هست. شاه تصمیم گرفت او را امتحان کند. فردای آن روز دستور داد که هیچ کس حق ندارد باربری کند. مرد فقیر آن روز به جای باربری هیزم جمع کرد و فروخت. روز بعد شاه دستور داد هیزم فروشی ممنوع شود. مرد فقیر رفت و نگهبان دم در یک عمارت شد و شمشیرش را گرو گذاشت تا نان بخرد. پادشاه که فهمید هیچ چیز نمیتواند آرامش او را بگیرد، درس بزرگی گرفت. آرامش در گروی داشته ها نیست، بلکه در گروی توکل است. اگه خوشت اومد لایک کن و یه قلب قرمز برام بفرست.